مخصوصا برادرای تاجک ما که در تاجیکستان هستند و برادرای تاجک ما که در روسیه به سر میبرند، برادرای تاجیکی که در ازبکستان هستند. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و عترته و موالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدمت برادران و خواهران گرامی من که در داخل کشور و بیرون از کشور به سر میبرند، امیدوار هستیم که الله رب العزت و الجلال لباس عافیت، سعادت، مجد و وقار و بزرگی را نصیب فرد و تک تک عزیزان و دوستان من بگرداند. دوستان گرامی، همین الانی که شما مشاهده میکنین، ما در پیشروی همین مدرسه ای که تا اینجا کارش پیش رفته به برکت اخلاص و به برکت محبت و دوستی که شما نسبت به دین و به مسجد و مدرسه و علما دارین، الله به شما خیر دارین نصیب بگردانه. این چندین بار شد که ما ویدیو میگذاریم به خاطر ای که شما کمک بکنین برای مدرسه و ایره شما میدانین که یک نوع فراخوان به سوی جنت است. یعنی هیچ چیز بعد از مرگ یک انسان به درد انسان نمیخورد مگر صدقه جاریه که رسول صلی الله علیه وسلم میگه 3 چیز است که بعد از مرگ هم برای انسان نفع میرسانه. یکیش ولد صالح است، یکیش علمی است که از او نفع برده شود و دیگه صدقه جاریه است که در راه الله کسی چیز انفاق میکنه. بهترین صدقه و بهترین انفاق در راه خدا ساختن مدرسه و مسجد است. و شما اطلاع دارین که ما انشالله 1 و 2 ویدیو قبلا هم گذاشتیم، هنوز هم کار ما ناتکمیل مانده به خاطر که عمارت و تعمیر خصوصا یک مدرسه بزرگ و کلان یعنی مصارف خیلی زیاد داره، در خصوصا در این شرایطی که ما زندگی میکنیم مواد خیلی قیمت هستند، ولی به هر صورت ناگزیر ما شدیم که مدرسه را به پایه تکمیل برسانیم. خدا شما را خیر نصیب بگردانه. باز هم از صدقات و از انفاقی که در راه الله شما کردین ما را به بهره نگذارین، سهم خود را بگذارین. و مخصوصا برادرای تاجک ما که در تاجیکستان هستند و برادرای تاجک ما که در روسیه به سر میبرند، برادرای تاجیکی که در ازبکستان هستند، چون اینو از زبان ما را میفهمند و دیگه عزیزایی که در وطن خود ما فعلا در کشورهای بیرون به سر میبرند، از کل شما صمیمانه ما تقاضا داریم که ما را تنها نگذاریم و انشالله تا بشود این مدرسه به فعالیت آغاز بکنه و این صدقه جاریه است. این دنیا زود به پایان میرسه، هیچ کس باقی نمیماند، همه ما میمیریم. خوشا و سعادت کسی که پیش از مرگ خود چیزی برای خود ذخیره کرده باشه، پیش از مرگ خود توشه‌ای برای خود گرفته باشه و تا ایدم هم که خدمت کردین و احسان کردین و به ما کمک ها را روان کردین و سهم گرفتین، الله اجر و پاداش بزرگ نصیبتان بگردانه و در بهترین خانه ها و بهترین قصرهای جنت الله شما را مأوا بدهد و در روز قیامت از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ فرد که تک تک از مسلمان ها را پروردگار به نصیب مگرداند. باز هم خواهش ما همی هستند که انشالله شما سهم خود را بفرستین تا ای که بخیر همی شاید این سهم بفرستین مدرسه ما تکمیل شود انشالله. انشالله اگر سهم خوب فرستاده شود شاید مدرسه به پایه تکمیل برسه. باز هم انشالله مسجد را آغاز میکنیم. باز چون شما عزیزان و مخلصانی که هستین، دین رسول صلی الله علیه و سلم به برکت مسلمین عزت پیدا میکنه. الحمدلله جوانان امت بیدار شدند، عاشقان دین محمد صلی الله علیه و سلم همه بیدار هستند، همه جان بر کف به خدمت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روز میگذرانند. موفق و مؤید باشین. کارتای ما انشالله نمبرش در اخیر بر شما گذاشته میشد. شماره کارتی که عزیزای ما بر ما همیشه پول ارسال میکنن و سهم خود را میگذارن، شماره کارت ما 54 69 4000 53 25 37 66. این شماره کارتی است که شما سهم خود را میگذارین. الله به شما ذخیره آخرت و از خزانه های خودت پروردگار شما را غنی و بی نیاز بگردانه. تمام امراض و تمام مشکلات زندگی شما را پروردگار رفع بگردانه و عالم اسلامی را پروردگار اقتدار و وقار و عزتی که قبلا ما داشتیم دوباره به ما شما برگردانه.